آب خیلی سرده. اینو بخور تا گرم بشی. این عالیه، عالیه، حرف نداره. خب خانم، پس شما نوشیدنی دوست دارید؟ من تا حالا نوشیدنی به این خوبی نخورده بودم. میتونم بپرسم این مال کجاست؟ آب این منطقه بی‌نظیره. نوشیدنیاش هم همینطور. خودم درستش کردم. اسم من لینکو چانگه. اسم شما چیه؟ این ملاقات تصادفیه. چرا باید اسم همدیگه رو بدونی؟ وقتی نوشیدنی تو با کسی تقسیم میکنی یعنی دوستشی، چطور میتونم اسمتو نپرسم؟ بهت دروغ نمیگم. واقعا اسمی ندارم. اسم هویت یک فرده. چطور ممکنه اسم نداشته باشی؟ بذار من یکی برات انتخاب کنم. باشه. تو اینا پر از ماهیه. پس اسمتو بذارم شیاگو، یعنی ماهی کوچولو. یعنی ماهی کوچولو؟ بدک نیست. میدونم که اینجا منظره قشنگی داره، ولی وقتی به اون آبشار میرسی دیگه نمیتونی رنگین کمانو ببینی. رنگین کمان زیبایی خودشو داره. آبشارم همینطور. توی این دنیا هیچ چیز بی نقص نیست. من عجله دارم. مراقب خودت باش. باید برم. خانم شیاگو، اگه فرصت کردم حتما برمیگردم تا نوشیدنی بخور. ماهی کوچولو، دوست داری از این برکه بری بیرون؟